خدا جان مهربان باز منبع عمر دوباره دادن تا که من اکنون شناسم این کی بود بای کی بود اینش چی بود همه خیلی میزنی و میشد. بله. لنکه چی؟ نه لنکا بچه ها میگن مایدهک بودم اونجا. بله، اون بله. وقت بعد همین بیماری که من شدم حتی من فهمیدم که حتی آدمای نزدیکم فکر کرده که من آمین الله اکبر از این دنیا چشم میپوشم. آرزو داشتم که من حقوق شناس شوم برای اینکه حمایه کنم بله. حقیقت برای حقیقت مبارزه برم. وقتی که پاده میبیاد ما از گاوا پشماشونو میکنیم. بسیار شوخم بودم با بله. میدکم بودم. چگونه اویله‌دار شدید؟ آیا دوست داشته اویله‌دار شدید و یا دیگر؟ اکنون من یگان کس به همین قدر سال به در آمدیم این سیر نگفته بودم. دارو طبیب تنها یک سبب است و شفای آن در دست الله است. شرکت شفا فرما داروهای زیاد را پیشکش شما می‌گرداند. مثلا برای برآوردن موی سر، برای برآوردن ریش، برای فربه شدن، برای خراب شدن، برای دست کردن بوی بدن، فراموش نکنید برای درد گرده، برای دردهای مردانه و زنانه به شما کمک میکنه. اگر از نام کانال ما مراجعت کنید با شما تخفیف داده می‌شود. رقم ها در روی اکران. هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک مریم ایسایوا یکم می سال 1937 در تاجیکستان به دنیا آمده است. سال 1954 مکتب میانه را در شهر دوشنبه ختم نموده. سالهای 1956 1960 در انستیتوت دولتی صنعت تئاتری به نام اوی لوکاچارسکی در شهر مسکو تحصیل کرده است. بعد ختم انستیتوت سالهای 1960 1961 همچون هنرپیشه تئاتر دولتی موسیقی مسحکوی به نام کمال خوجندی فعالیت کرده است. از سال 1961 تا این جانب هنرپیشه تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی کار و فعالیت دارد. او از قدم‌های اولین روی صحنه آمدنش در نمایشنامه‌ها نقش‌های اساسی اینچنین در اثرهای کلاسیکی جهانی نقش آفریده است. صدها سیماهای آفریده او در تاریخ فرهنگی تئاتر تاجیک در فوند طلایی محفوظ هستند. خصوصا آفریدن سیمای زن مادر تاجیک مریم ایسایوا را محبوب خرد و بزرگ گردانید. مریم ایسایوا اولین زن هنرمند، رژیسور، روزنامه‌نگار، ترجمان نمایشنامه‌های صحنوی و تلویزیونی تاجیک میباشد. او سال 1994 اولین تئاتر کودکانه و بعداً مرکزی معنوی گل امید را با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی تأسیس داده است. مریم ایسایوا ده‌ها اثرهای صحنوی نوشته است و به هر یک جشن جمهوریوی نیز چون استقلالیت، کمال خوجندی، عمر خیام، 90 سالگی میرزا ترسونزاده، چشمه، مشعل فروزان، باباجان غفورов، 1100 سالگی اسماعیل سامانی از نمایشنامه‌هایی میباشند که او دوام فعالیت خود با گل امید با گیمنازیاها، اینترنت‌ها، یتیمخانه‌ها، معیوبان نقش آفریده در جشن 20 سالگی یونسکو شرکت ورزیده صاحب مکافات‌ها گردیده است. او زیاده از 45 سال در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به حیث آموزگار دسنت، استاد سخن، هنر و نطق فعالیت کرده. صدها شاگردان به مانند فرخ قاسیموف، بهادر میرالیبکوف، میرزاوطن میروف، طاهر بهراموف، محمد سعید پیروف، حاتم نوروف، فیروزه رحمانووا، علاءالدین عبداللهیوف، مستوره آرتیقووا، جعفر جلال و ده‌ها هنرمندان دیگر را تربیت نموده است که اکثر آنها امروز هنرپیشه خلقی تاجیکستان می باشند.
مریم ایسایeva دوام 60 سال فعالیت پرثمر خود سزاوار عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان، اینچنین مکافات و جایزه های ارزنده از جمله اردن دوستی، اردن شرف، مدال 20 سالگی جوانان، اردن شجاعت، جیلا، ناهید، مدال شجاعت، ستاره طلا و غیره ها گردیده است. سهم مریم ایسایeva در رشد تئاتر و سینمای تاجیک خیلی نظررس بوده. نام او در صفحه های تاریخ تئاتر و سینمای تاجیک با حرف های زرین تا ابد باقی خواهد ماند. درود عزیزان دل و دیده. برنامه نوبتی چهره آشناس تقدیم شما از کانال تاجیکان گروه و این نوبت مهمان برنامه ما هستند یک تن بانوی سراپا هنر، نفری که همگی دوستش می‌داریم و احترامش می‌کنیم، نفری که سهم او در رشد سینمای تاجیک خیلی نظررس است، نفری که نام او در تاریخ سینمای تاجیک با حرف‌های زرین نوشته می شود. هنرپیشه خلقی تاجیکستان مریم ایسایeva. خوش آمدید معلم عزیز. شکری زیاد. راستی گپ برای چی من راضی شدم در همین بار اول می شود که در همین برنامه شما بعد اون بیماری که به سر من اومد نامش گفتنی نیستیم، به سر بسیاری ها همین چنین خداوند مهربان به من باز هم مهربان شد و دکتران این چنین خودی من هم بسیار حرکت کردم که از همین بلا هستیم یک علاج کرده خلاص شوید، خلاصی جوییم. برای همین هم مبارزه بردن در کار بوده است. اگر مبارزه نبوده اکنون همین تقدیر همین بوده است که چیه بینیم گفته وای کنندگاه وای بلا پخش کرده آدم نیست میکرده است. من اکنون همین خیلی بسیار چیزهای فهمیدم از اینجا و برای همین هم اینقدر شخصون، اینقدر مخلصون، نزدیکون، از دور و از نزدیک خواهان همین سلامتی من بودیم و دعا میکردیم. وقتی که من بار اول به کوچه برآمدم خانمون نزدیک خانه نویسنده ها همون آدمایی که در خیلی شینکا شیشتگی بودن و زن بود می مرد بود می جوان بود می رنگی تو از جا خستن خدا به شکر گفتن شما صحت شدید ما بسیار خرسند. بعد آخری کلمه با هر کدومش ایلوینم صد بدروید ایلوینم صد بدروید. و برای همین هم برنامه‌ای که امروز می شود گویا که من باری از نو به دنیا آمدم و برآمد کرده ایستادم که دل مخلصانم شاد شود، آوازی من شنوند، خودی من بینند باز یک بار دیگر از نو. و بسیار مخلصان درخواست کردن، خواهش کردن که میخواهیم که درباره معلمه عزیز که هنرمند دوست داشته همه ما و شماست معلومات بیشتر پیدا کنند و سال 2020 و اینچنین سال 21 برای ملت تاجیک و برای تمام جهانیان بسیار سالهای بعد، سالهای شوم بود، چون ما بزرگترین شخصیت ها رو، هنرمندان رو، شاعران رو از دست دادیم. ولی خوشبختانه معلمه عزیز ما هنرپیشه که همگی دوستش می‌داریم در مبارزه با این بیماری شوم شدید دشمن شدید غالب برآمدن. دشمن شدید در حقیقت چون شما بیمار بودید، در شفاخانه بستری بودید، در تمام سامانه‌های اجتماعی نوارها پخش میشد و همگی دعا میکردن که معلمه عزیز شفا یابه و در حقیقت معلمه توانستند با این بیماری غالب برآمدن. من اینو نمیدونستم، لیکن پس از برآمدنم بعد شنیدم که گفتن همه خیلی شما شکایت کردید خیریت. کجا من شکایت کردیم؟ اما من خیلی برنامه گوش کردیم، هم یوتیوب همین چیز و من گفتم نه من هرگز شکایت نکردیم، برای اینکه از همین وزارت سر کرده تو پروفسور تو سر دکتر تو
همون تبابتگری من جمع می شدن هر 3 روز نزدم با 5 کس 6 کس. بعد یک روز هم خیلی جمع شدن روز 4 بود. من گفتم که همین مدسسترا هایم جمع همشون هم خیلی استودیان بود دست ببر من خدمت شما با من همینو فلان گفتن نماینده وزارت همین شناس کردو. بعد من گفتم که من از شما یک التماس دارم. من میخواهم که یک تا همین خواهر شفقت نزد من به خدمت کند. من معاشش میتیم. گفته خیلی حاضر آخر و یا باید مشکل است. من همین سخن گفتم. این سخنای من نادرست اونجا به فهموندیان گویا که به شما درست نگاه مراقبت بین نمی‌کردین. برعکس همشیره ها. اینقدر من 2 مرتبه به واسطه روزنامه منتداری از وزیر و وزارت و دیگر جاها دخترای و خواهرایش همه منتداری بیان کردم. بله. و شما گفتید که مخلصا میخواهم که درباره کودکیتون بله. شما چه خیلی رای بودید. اکنون کودکی من همین کوهستان به تولد شدم. سر خواستار بله. قشتاق شهیدان. حاضر 4 سال پیش همونجا رفته روز وحدت گذراندیم. من روی 2 تا شاگردم صبری جان سبزلی و حسنوف. حاضر صبری سبزلی و در حیات نیست. ما بسیار برآمد عالی جناب شد در همونجا. 1000 تا کتاب بردم اونجا. اینترنت بسپاریدم. کتاب خانه شدم اونجا. ویای موسیقی آثار خانه با اون چنین ویای گفتم که رسمشو نگیرن. اول من ذکر شدم. من گفتم که برای چی این جایی که خانه ما بود باغ ما همونجا خیلی یک تا خرسنگ پیش خانه بود. برای چی که همین جبه ساختیان آثارخانه و کتابخانه. شب زیق شدم. بعد پگویی گفتم نه این رمزی است. اینو بینید که خانه ای که من تولد شدم هم کتابخانه هم آثارخانه ساخته شده است. بله. بعد روز دیگرش وقتی که کتابای سپاریدیم با نماینده های حکومت آمدن کارکنای اونجا آمدن در اونجا یک بخوری عجیب شد. و سپس گفتم که اینو بینید این رمزی است لیکن برای چه خردکک ساختیتون؟ باید که کلانتر و سیتر می ساختیتون. ولی من باز نقشه دارم که 1000 کتاب و با بسیار لباس ها دیگر چیز ها برم آثارخانه همون سر خاصار وطنم با. و وقتی که من میدهک بودم هر خیل بازی میکردیم. کوهستان خیلی آخر همه جا کوه بهار که شد علف. بعد همین من بوزیچه های نغز میدیدم. همین بوزیچه های آغوش میگرفتم با بچه ها می آمدن و یا با من بازی یاد میدادن. میگفتم که بیایید ما بازی وای میکنیم باغبان. و میگفتم این چه خیلی این باغبان. من دهک بودم حالی. بعد میفهموندم انا اینجا یک بلندی همون بلندی با همه خیلی میشینیتون قطار. تو تربوز، تو خربوزه، تو کدو میشید، تو پیاز، تو کارتشکا. خلاص همه خیلی قطار بچه های میگفتم همه خیلی. بعد خریدار میبیاد این باغبان. بعد باغبان میگوید خیلی شما چی میخواهید خریدن؟ چی مقصد؟ میگوید که خیلی اول بینم. بعد سرای ویا به این خیلی وای کرم میسنجد و بعد میگوید که خیلی انا همین تربوز میخوام یا خربوزه یا هندلک یا که کدو. میگوید خیلی مرحمت گیرد اکو وای از همه آخر کو. بعد اکو وای یک خندنی میشد. همه خیلی میگیرد میکشد این خیلی کوه بلندی ویا. از همونجا که همشون میغیلن انا میغیلیدم میبیون. اکنون همین خنده همین قدر خرسندی. با یک بازی دیگر وای میکردم. اون وقت بازی چون نبود توب نبود. این خیلی حاضر بینید چی که خواهید همه چی هست. بعد میگفتم که بهتون بگویی وقتی که پاده میبیاد ما از گاوا پشماشونو میکنیم. بسیار شوخم بودم با میده کم بودم. بعد زنی پشمای چیکار میکنی میرم؟ من میگفتم که خیلی حالی بیاریتون جمع کردم. بعد آب وای میکردیم خیلی کلوله کرده توب میکردیم.
بعد بینید تو بازی میکردیم بعد از از پشم همون گو حیوانات بله همون من گو در یاد دارم من ما هم در کودکی میکرد ها بله. آنا دیدی تو کوهستان با هم خیلی چیزا بسیار ترقی کردیم بعد چیلیک بازی میکردیم چلیک دنگل میگن همه خیلی میزنیم میشد بله لنکه چی؟ نه لنکا بچه ها میگن مایدهک بودم اونجا بله، اون بله. وقت ما لنکا اولی نمیدونستیم نمی‌دانست. چی بودنش خیلی خلاص بعد سانیم خیلی بعضا میشد که همین یک پوره با میرفتم میشیشتم و همه خیلی کوهی بلند به نگاه میکردم و بعد دیلم کتیده که ارزو میکردم این ارزو کردم در کار از خود سالی با میگفتم من کلان شوم همین کوه به میبرایم پشت همین کوه به یک شهری کلان میشد من همونجا رفتم میخونم یا پروردگار بله. از نامت گردم همین کار شد من اول پایتخت به اومده خوندم صنفی دوامدم بعد پایتخت جهانم گویم می شود شهر مسکو SSR بله. وای دوره وای خوب به می دیدیم و من میسر شد که من همونجا رفته خونم دیپلمی سرخ کتی خونم سپنج ستالینی گیرم در شهر 800 مسکو 800 روبل از سپنج ما 22 روبل بود تصور کنید ده بله. خیلی البته با همکورسای من هم بودن که ویها هم همین مکافات ها یعنی که سپنج ستالینی میگرفتن انا همه خیلی آنچه که در بچگی آرزو میکنی خواهش میکنی خدا جان مهربان با تو حرکت کردن در کار این همین آرزو کرده همین خیلی کرده شنی نمیشد تو باید مقصد مانی و برای مقصدت رسیدنش حرکت کردن در کار انا من از خردسالی انا من حرکت انا من مهنت صداقت و بسیار حقیقت دوست می داشتم بله. رحم دیل و ساده ولی اکنون من حاضر گپ زدم بعد معنای اینه من شما با گپ میزنم این البته نغز است حقیقت یک کس از آن در رو میرفتم پشتگیری میکردم بعد آرزو داشتم که من حقوق شناس شوم برای اینکه حمایه کنم بله. حقیقت برای حقیقت مبارزه برم انا وای صحنه ای که نقل کردم خودم نوشتم حقیقت چیست انا اونجا به دل ما گفتم بینید بعد 60 سال زیاد همین سخن صحنه به نوشته جشن 80 سالگیم به همراه شاگردم بازیدم همین چیزا بله. بعد وقتی که کلانتر شدم اینستیتوت تمام کردم بعد پدرم بسیار آدمی همه طرفه دانشمند بودین ولی یک تا کلمه اروپایی است انسیکلوپدیا میگویم کدوم اکنون حاضر که من فکر میکنم کدوم ساخه سیاست ادبیات من این باغداری باغبانی آبمونی نمیدونم یگان ساخه نیست که من سوال میداده باشم و پدرم منبع نه اینکه میفهموندن با قصه و مثال های و داستان های قدیمه من با میفهموندن وقتی که اینستیتوت تمام کردم بعد گفتن دخترم خواهی خودت خواستی همین کسب انتخاب کردی اکنون انا همینجا سخت مهنت میکنی والدین زید نبر آمدن از اون که شما اکتریس هم میشوید این چیزا بود و این چیزا با یک برای این وقت زیادی در کار خیلی خلاص بعد راضی شدن و گفتن که دخترم تو همین بسیار جدی هستی بسیار ساده هستی گفتن من مکتبی روسی خوندگی ده و من گفتم که پدر جان سادهش همین روسی کتی چی می شود و همه با باور میکنی فکر میکنی که همه تو برین لیکن در حیات این خیلی نیست آدمای حیله‌گر فتنه‌گر آدمای گپچین گپبر دشمنی میکنن کسب تو به بسیار دشمنت بسیار میشود احتیاط شو روز خود هر کس به نگوی هر کس که دوست نشو بینید پدرم چه خیلی من لیکن همین سادگی از من نرفت بعد رحم دیل میگفتن دخترم او رحم دیل بسیار چیزی نغزو لیکن بسیار تو عذاب میکشی توی شکست میتیم پدرم همین روی راست گپ میزدن ما هم خیلی تربیه یافتگی ما روی راست گپ میزنیم بعد سالها گذشتن و همین خصوصا بعد همین بیماری که من شدم حتی من فهمیدم که حتی آدمای نزدیکم
فکر کرده که من آمین ابلو اکبر از این دنیا چشم میپوشم. لیکن خدا جان مهربان باز منبع عمر دوباره دادن تا که من اکنون شناسم این کی بود، وای کی بود، اینش چی بود. دوست و دشمن رو از هم دوست و دشمن. همین دشمن خیلی من میدونستم بسیار اثر خوب بازی کردگی، بسیار کتابای خوندگی، مسکو و لنینگراد و اونجا با برنامه های دیدگی که از همه نزدیک همین درون به دشمن میشد. وقتی که دشمن درون به هست و تو نمیفهمی وای کتی مبارزه برده نمیتوانی. یک تا اثر تماشا کرده بودم لنینگراد به تئاتری تفسانا گفت منه لنینگراد تئاترش به دعوت کرده وقتش با. بعد همونجا دو رفیق میشود و یک تاش فقط خیانت میکند وای حالا که کمیته مرکزی به بعد جنگ تموم شدن کار میکند، این رئیس کلخوز یک دستش نیست. بعد میگوید که چیکار کنم اکو بحث بسیار اکو کوتاه میکنم. بعد میشود و میگه چیکار کنم وقتی که من در جنگ بودم من میدونستم که دشمن آنجا است، من تیر خولی میکردم، من مبارزه میبردم، نیست میکردم دشمنم. لیکن تو در اینجا در برم نشسته ای، در همین خیلی وظیفه هستی. اگر من حاضر تو یکشم باز من حبس میکنن، من گناهکار میشم. این اثر اینقدر هم بزرگ نوشتگی. بعد تفسانوک گفتم که چخیر شما به اجازه دادن دوره سویتی بود؟ گفت 4 سال مبارزه بردم تا که همین اثر صحنه بمونه. من همین خیلی اثرها آدم بینید که چه خیلی من به تاثیر کرد. من بسیار جاها به نقل میکنم، تربیه میکند. چی تربیه میکند؟ جهان بینی، دید و شعور و رفتار و این چیزهای کتاب. اگر کتاب خوانده درونش به درایی فهمی که درباره چی نوشته شده است و تو خلاصه براری. و معلم عزیز نظر شما به اون که امروز ما میبینیم که بسیار جوانان فیلم ها میآفرند، حتی روزنامه نگاران، سراینده ها نیز کوشش میکنند که اکتیور شوند، هنرمند شوند، هنرپیشه شوند. نه خونده میبینیم بعضی فیلم هایی که امروز از جانب تاجیکینو یا غیر تاجیکینو پیشنهاد میشود و نظر شما به ایشان قابل قبول است یا اینکه قبول ندارید ایشان؟ اکنون میدونید این از یک طرف بسیار خوب است که اینقدر خواهش پیدا شده است، یعنی که عشق آنها، خواهش آنها همین چیز به بعضیاشون پول دارن، برای این چیزها پول هم داشتن در کوریا که یگان سرپرست داشتنتون در کور. با یک جوانی دیگر میبینی که اینقدر هنر دارد، اینقدر به همتا است، بیچاره نه پول دارد نه سرپرست دارد، به صاحب است وای، خواندگی سواد دارد. من فکر میکنم که برای این وای قانون مخصوص بدنش در کار از طرف وزارت فرهنگ که همین مناسبت ها رو به تنظیم تنظیم بدارن و دیده برای که چه خیلی جوان های هم تربیت کردن در کار. از بین وای هم مثلا 100 تا باشد، اگر 2 تاش وای جهانی شود اکو از دولت خود مصر کرده دیگر مملکت میره و جهانی میشه. این خیلی هنرمندا هستن لیکن با یا بی‌صاحب هستن. من اکنون خودم که درس میتیم و میدونم در همون بین هم کورسا با میدونم که کدامش چقدر هنر دارد و کم هنرش میان هنرش میبینم این راهش یافت است، همین قدر زندگیش همه طرف است. اوای بچه‌ای که میخواست هنر دارد، هر چیزی نو آمده میگفت که من انا این چیز فکر کردم، من این صحنه می نویسم، انا این چیز و میبینم که وای حالی کار نیافته است. در یکون تئاتر نیست. من این چیزها من بسیار هم برای من علم آور است. من فکر میکنم که با این چیزها خاتمه داده می شود. بعد حاضر بینید که چقدر تلویزیون یک 8 9 انا این چیزهای بدیهی مانند صحنه های بدیهی، هنرمندا همون جوان هایی که میخواهند هنری خودشون سنجن انا همونجا و بهترینشون برآمد کنن صحنه مان. اینا تماشابین هم میخواد. تماشابین میگوید ما همین تلویزیون را میخوایم خیلی که پیشتر و یا من با فقط عرض پیشتر
بغرض پند و من فلان و ناول یا سپیکتاکل ها همون دل مادرم آخه دوره همون پیش گرفته ای که بله. تو یا سمت غنی دیگر یکی از نقش های دوست داشته تمام مردم تاجیک همون نقش دل مادر بود. انا درباره همین معلمه جان کمی میخواستم صحبت کرده باشیم که سناریویی که بود و چگونه آماده شد. تا هنوز در شبکه‌های تلویزیونی ما همین نمایشنامه، همین فیلم کوتاه پخش میشه. اکنون درباره این بسیار چیزها شده است، ولی که من همین رو گفتنی هستم که هر یک انسان وقتی که سرش به مشکلی فرامد یا که دردمند شد فقط خدا جان یا الله میگوید مادر جان. برای چی من این مثال آوردم؟ بزرگی مادر بینید بعد خداوند این مادر است و اگر کسی که مادر خور کند اگر وای روز نمی بیند، دعای مادر نگیرد وای روز نمی بیند. و چقدری که مادر احترام کنید و مادر به سبب نیست، میگوید مادر زمین، مادر وطن. همین زمین مهنت میکنیم میخوراند و میپوشاند. بینید از تاجیکستان ما چه باغ و باغزار شدگی، چقدر این زمستان بایم میوه های تر و تازه، بادرینگ و پامیدور یعنی که سبز همه چیز. پیش پخته بسیار بود، لیکن پخته هم لازم، پخته مهنتی کلان میطلبد. این باغ دیدید که همین قدر خصوصا حاضره. معلمه عزیز، از همه خاطرات جالبی که در حیات شما ابدا نقش بسته است، این کدام خاطرات است از حیات شما؟ برای من از همه چیز قیمت بهتر و خاطرات گفتن این کم است، این فقط مادر است. از همه چیز عزیز، حتی وای مادر نباشد هم در خواب بینی کجایی که نباشد یکی وای پیش نظرت میبیاد، یکی میبینی یک زنک نمولش همه خیل بستگی رنگ مادرت، راه گشتش رنگ مادرت، نگاهش رنگ مادرت، هر باری دلت همه خیل جخ. یعنی لحظه هایی که با مادر بودید. بله. و اکثر مخلصان شما رو با نقش های مادر میشناسن که شما خیلی با مهارت بلند اجرا میکنید. همین ایده نقش آفری، نقش مادر بار اول با شما کی پیشنهاد کرد یا کدام نقش بود؟ همین عجایباتش همین که من هنوز 19 ساله بودم و در سپیکتاکل دیپلومی با من کمبغلی عیب نه نقش مامای دادن دویا. با من خیلی گریه کردم، گفتم این چه خیلی من باید که برای من نقش های وای هست. من نگفتم که جوان هستم و فلان. گفته بعد معلمه پروفسور اولگوانا خدای صنعت جهان استانیسلافسکی شاگردش استادای ما در جهان مشهور. ما خوشبخت هستیم، اما قناعت نمیبینم همین خوشبخت هستیم بعضی فقط خوشبختی یک لحظه می شود. وقت این یک لحظه ها هست، حیات زندگی این لحظه است. همه وقت خوشبخت شده نمی شود، لیکن اینش به طاقت کرده، اینش باید طاقت کنی، اینش به خرسان شده، اینش به ذیق شده، با خودت دلت تسلا ده که این هم میگذرد. لیکن از همه مهمش وقتی که من صحبت میکنم، من به بسیار آدم روزی دل میگویم ترالیبوس، ایستگاه، بازار کجایی که نباشد توی باشیشتیم همون جبه میبیون زنها مادرها همون روزی دلشون میگویم. بعد من میگویم که شمایان خداوند شما به حیات بخشیده است. شما میفهمید که همین لحظه غمگین با لحظه خرسندی با همه اینا میگذره. این گذشتن این چی است میدونید؟ این عمر انسان میگذره. من امروز با هیجان گپ زده ایستادم نزد مخلصان. من شما راضی هستید؟ من دیدید، سخنهامو شنویدید. بعضی سخنهایی که میخواستم با شما گویم دل شما با یعنی که موافق باشد که شمایان اینقدر از این حیات غمگین نشوید.
برای اینکه از همه چیز قیمت عمر انسان است. بله. خوش گذرانید. معلم عزیز، بسیار مخلصان میخوان که درباره جوانی شما و درباره اون که شما کی چگونه اویلادار شدید، آیا دوست داشته اویلادار شدید و یا دیگر؟ اکنون من یگان کس به همین قدر سال به در آمدیم این سیر نگفته بودم.